فرودگاه شهر دوشنبه ازدحام منتظر پروازها به روسیه، پروازهایی که به تأخیر افتادند و یا لغو شدند. برخی از مسافران از دیشب نتوانستند به روسیه پرواز کنند. ژوکوفسکی پرواز میکردیم 5-10 уже مقصد میپرید самолет. گفتن که منشیده رسون، منشیده گفتن رفتیم میخواید در گاسنیتسا اینجا خور رفتیم خانه ما در طرف جلیکول دوستی ده. سحر اومدیم اینا با ساعت 11 شد. ولی معلوم نیست که ریس ما کی میپره کجا میپره. سبب تأخیر در پروازها را نه مسافران میدانند و نه مقامات شرح میدهند. مسافران حادثه را چنین شرح میدهند. سببش زدیش که самолетон نپریدستن مسکو طرف تاجیکستان نوتینجی در شهر روسیه از همون سبب самолетон نپریدستن. منظورشون از نوتینجی ظاهراً اشاره به حمله های پهپادها به ولایت مسکو است که سبب موقتا بستن فرودگاه ها شد. سفارت تاجیکستان در مسکو روز 10 سپتامبر از شهروندان کشور خواست از سفر به روسیه خودداری کنند، زیرا در گذرگاه های مرزی و فرودگاه های روسیه نظارت بسیار سخت شده است. ولی این دعوت نیز مهاجران را از راه نگردانده است. خیلی ریسک میکنیم، این زندگی خودش ریسکه، هیچ که اخرسندیش نمیره کو. خیلی بچه‌ها هم ما اینا اجدا دارن، самолет اجدا دارن که اومده است. حیات ریسکوات کردن در کو میریم چی میشه توکلش به خدا. یکی از مرکزهای اساسی بلیط فروشی در پایتخت. کارمندان این نقطه ها میگویند مشتریان کمتر شدند. یکی از آنها در صحبت بدون ثبت گفت از صبح تا نصف روزی نتوانسته است یگان بلیط به روسیه بفروشد. به گفته بعضی از آنها این وضع در پی حمله پهپاد به فرودگاه ژوکوفسکی در ولایت مسکو به میان آمده است. شب 10 سپتامبر فرودگاه ژوکوفسکی مورد حمله قرار گرفت و در نتیجه فرودگاه‌های ونوکووا و دمادیدوو هم موقتا قبول و گسیل پروازها را قطع کردند.